تکون نخور. دستاتو بذار جایی که بتونم ببینمشون. حالا کلانتر اون پول خوبی بابتش داده. داری چی کار میکنی؟ پولتو بردار و برو. ما نمیخوایم تو اینجا باشی. ما تو این شهر هیچی به دامپیرا نمیفروشیم. گرفتی؟ شیرفهم شدی دامپیر؟ معلومه که میفهمی. صبر کن ببینم اینجا دارین درباره اسب من حرف میزنین و من به هر کسی که بتونه پولی که میخوام بده میفروشمش. تو نمیتونی این کارو بکنی. ما قانونمون خلاف این پولک. قوانین خوب و دلایل خوبی هم براشون هست. کدوم قانون؟ خودتو به اون را نزن پولک. خوب میدونی که دامپیرا اجازه ورود ندارن. اجازه ندارن، درسته، اما من زمان نه چندان دوری رو به یاد میارم که ما هم خوناشم و هم دامپیر در این اطراف داشتیم. برای همینه که ما قانون وضع کردیم. به من گوش کن، میخوای بشنوی یا نه؟ البته تو اون موقع حتی به دنیا هم نیامده بودی. بهتره به داستانی که میگم گوش کنی. میخوام از زمانی که یه سری بچه رو دزدیده بودن برات بگم، اونم 10 تا بچه با هم. چیزی در مورد شنیدی؟ آره دربارش شنیدم. اتفاقا دزدا خوناشام از آب در اومده بودن و برای همینم مردم شهر پولشون رو جمع کردن تا یه شکارچی خوناشام استخدام کنن. اونا خواستار بهترین شکارچی بودن و وقتی که اون شکارچی اومد یه شخص خیلی قوی و ساکتی بود. اون کارشو به خوبی انجام داد و بچه ها رو صحیح و سالم برگردون پیش خانواده هاشون. اصلا هم ساده نبود. اون برای اتمام کارش به تنهایی خیلی از خوناشاما رو کش و زمانی که کارش تموم شد و بچه ها رو به خونه برگردون، مردم شهر به اون مرد حمله کردن. گفتن که اون مرد یه دامپیره، نیمه خوناشامه. برای همینم مجازاتش کرد. نمیتونم برای این کار سرزنششون کنم. تو نمیتونی به اونا اعتماد کنی پولک. به نظر من کار اونا درست بوده. از نظر من اون کارش انجام داده بود. خب پس مثل این که خودم باید دست به کار بشم. بذار بره. این دیگه چیه؟ به نظر چی میاد؟ اسلحه‌هاتونو بذارید زمین. تو نمیدونی داری چی کار میکنی. بذارش پایین پولک. خوب میدونم دارم چی کار میکنم. تو هیچی نمیدونی. بذارش زمین پیرمرد خرفت. ترجیح میدم یه پیرمرد خرف باشم تا یه آدم احمق مثل تو کلانتر. تو شلیک نمی کنی. ولی مطمئن باش از این که شلیک کنم پشیمون نمیشم. حتی شایدم لذت ببرم. اسب تو بردار و برو غریبه. ممنونم. نه این منم که باید ازت ممنون باشم. تنها کاریه که از دستم برمیاد. شاید الان یه پیرمرد شده باشم غریبه، اما هرگز نتونستم چهره تو رو فراموش کنم و هرگز کاری که در گذشته برام انجام دادی هم فراموش نمی کنم. درسته من یکی از همون بچه ها. و همیشم در رابطه با رفتاری که باهات شد احساس خیلی بدی داشتم. هیچ کس ازت تشکر نکرد. به جاش همه اون نمک نشناسای احمق با هم دست به یکی کردن و تو رو از شهر بیرون کردن. پس چیزایی که اونا دربارت میگفتن حقیقت داره دامپیر. تو پیر نمیشی. حالا برو دیگه، دستام چون نداره.